پایینم که از قبل کراتین داشته و آسیب دیده است. یعنی ماه دو بیسیه. برای موهای دو بیسی بعد از شستشو میایم چیکار می‌کنیم؟ برای پایینی مواد در نظر می‌گیریم چون هنوز صافی داره، فقط خشکه. برای بالا یه مواد در نظر می‌گیریم. برای پایین میایم از پروتئین استفاده می‌کنیم که مو خشک‌تر و آسیب‌ده‌تر نشه. برای بالا میایم از کراتین آنزیم موی نچرال و آسیب استفاده می‌کنیم. ترکیب یعنی چی؟ یعنی کوکتلش رو درست می‌کنیم. کوکتل یعنی چی؟ ترکیب کردن دو یا چند مواد نسبت به جنس موی مشتری. پس میایم 3 قسمت موی نچرال میزنیم، 2 قسمت موی آسیب دیده. تا لب مرز با اون مواد آنزیم، حتی یک کوچولو از مرز میایم پایین‌تر. اینجا از اینجا به پایین اون مواد پروتئین میزنیم. کشیم کم سمت بالاتر. و با شونه دندون ریز پخشش میکنیم قشنگ. اینجاها رو با دست میکشیم، این حالتی بغل مو اتو میکنیم. خب بعد میخوایم ببینیم میزان اتو کشی برای این لایه مو بس هست یا نه. چیکار میکنیم؟ یه ظرف آب برمیدارین، این قسمت مویی که اتو زدیم رو داخل آب قشنگ بیا جلو، قشنگ میشورین تمام مواد از روی مو بره. بعد آبش رو میگیرید، بعد با فشار خشکش میکنید. این طرفاً باعث میشه بدونید اصلا موادتون اوکی هست، خوب هست یا نه، یا اینکه باعث میشه بفهمید چه میزان اتو کشی برای این مو بسته. برای موهایی که آنزیم زدیم اتو کشی اونقدر نباید باشه که مو تار به تار بشه و براق. یه کوچولو کدریو داره، یعنی برعکس کار با مواد عامه. مواد عام اینقدر اتو کشی میکنه که مو تار به تار میشه و براق، ولی مواد آنزیم اینجوری نیست. چون ما آنزیم زدیم فر خیلی ریز داشته، در همین حد اتو کشی براش کافیه.